امروز صحنه عظیم دنیا اینجوریست، قدرت‌های مستکبر در یک طرف قرار گرفتن، با همون توانهای مادی که دارن، با ارعابی که میکنن، با هیبتی که از خودشون نشان میدن و دیگران رو مقهور هیبت خودشون میکنن، اینا یک طرفن. بعضی از دولت‌های ضعیف هم هستن که جرأت بروز و ظهور ندارن. در میان اینها یک جا هم هست که با صدای رسا دارد این وضعیت رو محکوم میکنه و او جمهوری اسلامی است. امروز جمهوری اسلامی با صدای رسا، بدون بیم، بدون اینکه از تهدید دشمن بترسد و مرعوب دشمن بشود، داره علیه ظلم، علیه سلطه، علیه استثمار و استکبار فریاد میکشه و اینو ملت‌ها دارن میشنون و تحت تأثیر قرار میگیرن. اینو من به شما عرض بکنم، ملت‌ها تحت تأثیر حرکت ملتی ایرانند و این در دنیا مشهود است، در دنیای اسلام بالخصوص مشهود است. برای ملت ایران، برای بزرگان انقلاب، برای شخص امام بزرگوار ما اونچنان تکریمی و احترامی قائلند که برای هیچ کس دیگه قائل نیستن. این به خاطر این است که این صدای رسا به گوش اونها میرسه. این صدای رسا رو از دست ندید.